اگر که نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود، اگر حکومت محمد رضا شاه پهلوی سقوط نکرده بود، قطعاً ظرف یک دهه دیگه ایران واقعاً از نظر اقتصادی یکی از موفق‌ترین کشورهای خاورمیانه بود. شما فقط حجم سرمایه‌گذاری‌های مادری که صورت گرفته بود تو دهه 50، یعنی از فاصله 50 تا 57، تو مس، تو ذوب‌آهن، تو آلومینیوم، تو پتروشیمی، قراردادهای سنگینی که با ژاپنیا بود، با فرانسوی‌ها بود. ببینید اینا رو وقتی شما میاد منکر میشید و یه مش چیزایی که مادرش ها خراب بوده، پدرش هم فاسد بوده، اون یکی هم عرقخور بوده، اون یکی هم تغییر، وقتی اینجوری میاد نگاه میکنید، اون وقت نتیجهش میشه دهه 80 که میگن درود بر پهلوی‌ها و میخوان سر به تن شماها نباشه. از بس دروغ گفتید شما، از بس تبلیغات